این صف طولانی رو نگاه بکنید با این دختر خانومی که پشت دخله یه چیز جالب براتون تعریف کنه. خوب گوش کن. این دختر خانوم با این سن کمش به من 40 ساله معنی شرافت یاد داد. تو اون شلوغی با اینکه خیلی هم خسته بود کارت بهش دادم، با رمز کشید، با یه حالت معذرت خواهی گفتش که ببخشید فکر کنم رمز اشتباه زدم. گفتم 88 30 لطفاً درست بزن کارت میسوزه. دوباره کارت کشید، گفت من معذرت میخوام فکر کنم سیستم با اینکه تون قطعه. گفتم ای بابا یه بچه گوشه خانم یه کارت نمیتونی بکشی؟ گفت من معذرت میخوام شما غذاتون رو میل بکنید بعداً هزینه رو پرداخت بکنید. هیچ چی نگفت. یه نفر از دور با اشاره به قرآن قسم گفتش کارتم موجودی نداشت، اشتباه داده بودم. شوک شدم به قرآن. رفتم بهش گفتم خانم کارتم موجودی نداشت، اشتباه دادم، ولی تو خیلی با شرف. از پدر مادر تشکر کن چون بزرگترین ثروت دنیا یعنی شرافت رو به تو یاد دادن. وجود شما آدما این مدلی باعث میشه آدم به دنیا